چنین دیگ آش را در خانه زیدالله خدایارف مهمانان و خویشاوندان داماد خوردند، ولی قسم از نقل و نوای پیش بینی شده برای خانه داماد به آنها نرسید. مقامات هنگام جشن عروسی به محله لواوه آمدند و کلچه و قند و حلوا را به مرکزی کولاب بردند. دستورخوان نقل و نوا و حلوا را به شفاخانه بیماری‌های روحی بردند و بین بیماران تقسیم کردند. جریان مصادره و تقسیم را که با حضور ماموران میلیسا صورت گرفت ثبت کردند. سبب مصادره به قول مقامات رعایت نکردن قانونی تنظیم بود. هنگام گسل نمودن دخترش به خانه داماد در نزد همان خانه دسترخوان‌های زیاد شدند که 6-7 عدد را تشکیل می‌کردند. سند نمودیم و آن آورده در بیمارخانه روحی شهر کولاب و همون بیماران تقسیم نمودیم. بر اساس قانون زیدالله خدایارف حق نداشته است که به خانه داماد حلوا و دستورخوان زیاد برد. در روستای ساکت و آرام لواوه خودی زیدالله خدایارف میگوید نمیدانست که بردن دستورخوان و حلوای زیاد قانون شکنی است. پدر بابی ما همی کارا را میکردن، همین حولا میبردن، هم چیزا را میبردن. وقتی که ما دخترچه ما این خانه گسیل کردیم، در وقتی گسیل کردن کمتر زیاده روی از طرف ما بوده است که مثال همون حولا مثال به خانه قدم بردن، همون چیزا را ما بدم چیزا. وقتی که حسابی تنظیم در همون وقت اومدن ما را دیدن سنجیدن، انا با یک جایگی همون تنظیم یک جا مصلحت کردیم، انا همون چیزایی که زیادی ایمون بود با ما ایلواش کردیم، گفتن که همون جای کسلی روحی را میبریم، ما با ایلواش زیادترش کردیم، بودیم در همون جای کسلی روحی سپردیم. از بس که مقامات هنگام تفتیش مانع قانون شکنی در جشن خانواده زیدالله خدایارف شدند، او را جریمه نبستند. بر اساس قانونی تنظیم رسم آیین که 10 سال پیش در تاجیکستان قبول شد، برگزار کردن جشن‌های با شکوه ممنوع است. مقامات گفتند هدف صرفه‌جویی و بهبود بخشیدن به زندگی مردم است. حامیان حقوق میگویند مقامات با این قانون به زندگی خصوصی دخالت میکنند.